سلام به همگی، من کیمیام و خوش اومدین به چنل یوتیوب من. امروز اومدم که چند تا کتاب بهتون معرفی کنم در جنبه‌های متفاوت و خودم هم قرار شروع کنم به خوندن. اما خب تعریفش رو خیلی شنیدم، مطمئنا کتابای فوق‌العاده‌ای هستن و یه خلاصه هایی ازشون میدونم، ولی اومدم بهتون معرفی کنم چون که خب قراره با هم دیگه رشد کنیم. قراره هر کاری که میکنم و کردم به شما هم بگم که همگی با هم رشد کنیم و موفق باشیم. خب نمیدونم چقدر میدونین که این دنیا یه سری قاعده و قانون و اینا داره که هر کسی بلد باشه اونا رو برد کرده و اگر طبق اون قاعده و قانون تو رفتار کنی، زندگی کنی، خب به هر چیزی که میخوای میرسی و زندگی برات از همه جنبه ها آسونتر، قشنگتر و راحتتر میشه. یکی از اون کتابا که میاد قانون جذب رو یاد میده، چون قانون جذب یه قانون علمیه که هم توی علم ثابت شده، هم کسایی که حالا آدم‌های مذهبی هستن و مثلا هرچی قرآن بگه رو قبول دارن اینو بدونن که توی قرآن هم اومده. و اینکه میدونین که واسه رسیدن به خواسته ها 99% تلاش ذهنیه، 1% تلاش فیزیکی، ولی خب باید اون قواعد رو بلد باشی، قواعد بازی رو بلد باشی. حالا واسه اینکه قانون جذب رو یاد بگیرین، کتاب راز خانم راندا برن یکی از بهترین کتاب هاست که میاد این قانون و قواعد رو به زبون ساده توضیح میده. کسایی که دوست دارن ذهنیتشون راجع به ثروتمند شدن و ثروت و پول و فراوانی بهتر بشه و همیشه این سوال رو دارن توی ذهنشون که چطور بعضی آدم ها اینقدر ثروتمندن، اینقدر رفاه دارن، خونه های آنچنانی، ماشین های آنچنانی، مسافرت ها، نمیدونم خوراک، پوشاک، تفریح های آنچنانی. اینا به خاطر اینکه قوانین ثروت رو بلدن و ذهنیتشون راجع به ثروت فوق‌العاده عالیه. یکی از کتابایی که واسه استارت این قضیه عالیه پدر پولدار پدر فقیر رابرت کیوساکیه که میاد داستانشو میگه که رابرت کیوساکی چطوری میلیونر شد. فوق‌العاده است. اینجوری نیست که حالا شما با یک کتاب دنیاتون عوض بشه یا دیگه همه چیز دستتون بیاد، نه، خیلی باید کتاب بخونید، خیلی باید خودتون کار کنید، ولی اینا واسه شروع عالیه. میدونی عادتهای شماست که زندگی شما رو میسازه، پس باید سعی کنید عادتهای بدتون رو کنار بذارید و عادتهای خوب رو جایگزین کنید. یه دونه کتاب که خیلی برای این قضیه عالیه قدرت عادته. یه دونه کتاب این هم واسه پولدار شدن، هم واسه موفقیت، هم واسه رشدتونه. اثر مرکب دارن هاردی فوق‌العاده است. من اگر بخوام یه دونه خلاصه بهتون بگم، ببینید اینجوریه که استمرار شما رو به یک نتیجه میرسونه. اگر من یه روز ورزش کنم 6 ماه ورزش نکنم به اون هیکل ایدئال نمیرسم، یا اگر یه روز رعایت رژیم بکنم 2 ماه نکنم وزنم کم نمیشه. اگر هر روز من بستنی بخورم ظرف 1 ماه فکر کنم یه 10 کیلو میاد رو وزنم. اگر یه روز شما ذهنیت مثبت داشته باشین چند ماه افکار منفی فایده نداره. اگر شما هر روز قدم‌های کوچک بردارین ولی هر روز این کار انجام بدین، بعد از گذشته چند ماه دیگه اصلا اون آدم سابق نیستین و خیلی رشد کردین، خیلی پیشرفت کردین. میدونین که 5 زبان عشق داریم
خدمت کردن، وقت گذاشتن، هدیه دادن، محبت کلامی، محبت فیزیکی. خب آدما فرق دارن با هم دیگه. ممکنه یه نفر با هر 5 تای اینا عشقش رو به دیگران نشون بده، یکی ممکنه فقط یکیش، یکی ممکنه چند تاش. اصلا اینجوری نیست، ولی خیلی مهمه که بدونین طرف مقابلتون یا کسایی که دوستشون دارین زبان عشقشون چیه. محبت کردن، خدمت کردن، هدیه دادن، تماس فیزیکیه، وقت گذاشتن، محبت کلامی کدومه. اینجوری خیلی روابطتون قشنگ‌تر میشه. نه فقط زن و شوهری عاشقانه، حتی مادر فرزندی، مثلا با پدرتون، با برادر، خواهر، دوستتون، همه اینا این 5 زبان عشق رو دارن و همه صدق میکنه. امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید باشه. این کتابا رو شما هم بخونید، نظراتتون رو واسم کامنت کنین، یا اگر این کتابا رو خوندین بگین که چی بهتون یاد داده، برداشت شما از اون کتاب چی بوده و توی زندگیتون و جنبه‌های مختلف زندگی چه تأثیری براتون گذاشته. امیدوارم که حالتون همیشه عالی باشه.